بینندگان عزیز کانال هیوا، با سلام و درود به همه شما. شمال علی هستم. بار دیگر از کانال هیوا یک برنامه به زبان فارسی تقدیم میکنم. کانال هیوا معمولا برنامه‌هاش به زبان کردیه، بینندگانش اکثرا کرد زبان هستن، ولی بعضی وقتها به زبان فارسی و عربی هم برنامه اجرا میکنم و میان بینندگان عرب زبان ها هم هستن. این برنامه ها با کسان چپ، با شخصیت های چپ و کمونیست ایرانی، منظور اینه که پیام کمونیست های ایران به جای دیگه برسه. قول نمیدم ولی سعی میکنیم اکثر برنامه ها به تکستشو، اتوماتیک تکستشو بذاریم، تکست فارسیشو ضبط کنیم که ترجمهش خوب در بیاد و به زبان عربی و انگلیسی هم تکستشو ترجمه کنیم. این برنامه ها از طریق یوتیوب و از طریق فیسبوک پخش میشه. از همه شما عزیزان خواهش میکنم حقا مقدور این لینک این برنامه ها رو از طریق خودت پخش کنی تا بینندگان بیشتری برنامه ها رو ببینن، و اگه نکردی تا حالا کانال هیوا در یوتیوب سابسکرایب کنی. مهمان ما برای این برنامه امروز دوست عزیز و رفیق گرامی سیاوش دانشور است، عضو دفتر سیاسی حزب حکمتی است. خیلی خوش آمدی رفیق سیاوش. خیلی سپاسگزارم که دعوت من رو قبول کردی. عرض سلام دارم خدمت شما رفیق شمال گرامی و بینندگان محترمتون. محبت کردین، بفرمایید در خدمتتونم. خیلی ممنون. ما سعی میکنیم در این برنامه 3 موضوع بپوشونیم. اول که شاید بینندگان ما هم بدونن که تقریبا 2 هفته قبل بود حزب حکمتی است که شما و من هم عضو دفتر سیاسیش هستیم، کنگرهش رو برگزار کرد در 2 جا. کنگره هیبرید بود و مسائلی که تو این کنگره مطرح شد، موضوعی که تو اون کنگره پیش اومد، جریان کنگره و باستابی که داشت میان چپا و کمونیستای ایران، موضوع بحث اول ما خواهد بود. و در این مورد من میخوام اول از شما بشنوم که باستاب کنگره در ایران چجوری بود. خیلی ها هستن به ما میگن که شما خارج کشوری ها هستی، به ایران دسترسی نداری، رابطه نداری، نمیدونی در ایران چی میگذره. ولی من خود من که اونجا بودم یعنی احساس کردم که این حرف کاملا نادرسته. ولی من میخوام از شما هم بشنوم، شما نزدیکتر تعقیب میکنین، رابط داری. میخوام ببینم که بینندگان بدونن که باستاب این کنگره داخل کشور چجوری بوده، داخل ایران منظوره. بله، کنگره 11 حزب کمونیست کارگری حکمتی است. در ماه آخر مارس برابر با 10-11 فروردین برگزار شد. کنگره نسبتاً بزرگ و سیاسی بود. همونطوری که شما اشاره کردین در 2 جا برگزار شد، در اسکاندیناوی، یک سالن مرکزی در اسکاندیناوی و یک سالن در آلمان. در کنار این چندین کانال به اصطلاح نتی و ویژه داشتیم که بخش مهمیش از رفقای ما در ایران، نمایندگان کنگره در داخل کشور بهش وصل بودن. از ابتدا تا انتها عمدتاً به جز ساعت‌های معینی که براشون مقدور نبود دخالت داشتن قبل کنگره به همین ترتیب. و در کنار اینها به هر حال تعداد زیادی از فعالین کارگری، فعالین اجتماعی، نیروهای چپ، محافل چپ دنبال می‌کردن. به اضافه اینکه یک روم نتی هم باز هم در خارج کشور داشتیم که یه تعدادی از نمایندگانمون، کمتر از 10 نفر که به دلایل مریضی و راه بسیار دور و غیره، دلایل ویژه عمدتاً موجه، نتونسته بودن شرکت کنن، اونا هم بودن. این مجموعه کنگره بود. در این چند روز در ساعت‌های مختلف متفاوت بود، آمارها هست، میشه مراجعه کرد.
چندین هزار نفر دنبال میکردن که عمدتاً از ایران بودن. اتفاقا کنگره در ایران این دفعه خیلی مورد توجه قرار گرفت، یکیش به دلیل وضعیت مشخص سیاسی در ایرانه، به دلیل پولاریزاسیون و قطب‌بندی که چپ و راست در داخل کشور داره، حاکمیت عمدتاً چپ به اعتراضات کارگری و اعتراضات اجتماعی، یک نوع رادیکالیسم اجتماعی چپ شاید دقیق‌تر بشه گفت، و ما به ازای ماجرا هم و اینکه تأثیرات چی بود، فیدبک چی بود، چطور میدیدن، نه فقط در حین کنگره، بعد کنگره هم، از جمله در گفتگوهایی که به هر حال خود من داشتم، رفقای دیگه داشتن. اولا ما کنگره رو علنی برگزار میکنیم به دو دلیل. یکی اینکه از نظر ما سیاست باید از دو عنصر علنیت و شفافیت برخوردار باشه. دوم اینکه حزب مستقل از اینکه خود ما راجبش چی فکر میکنیم، جامعه بتونه قضاوتش بکنه، سیاسیون بتونن قضاوتش بکنن، نظر مثبت، منفی، انتقادی هر چی دارن مطرح کنن. و ما گفتیم که اگه نظراتی دارین، ایرادی دارین، انتقادی دارین، خوشحال میشیم حتما بشنویم. و نکات متعددی مطرح کردن. اولا خیلی راضی بودن از سیاست‌های مصوب در کنگره، از بحث‌ها، و در این حال هم فکر می‌کردن، البته خب اشکالات فنی هم حین برنامه پیش اومد، در این حال هم از جمله فکر می‌کردم باید بیشتر مثلا به مواردی مثل نقد ناسیونالیسم، نقد این سیاست هویتی، اینترسکشنالیسم و غیره پرداخته میشد، و که تا اونجایی که به هر حال دیده بودن گفتن که اینا هم البته هم به صورت ایجابی در اسناد و هم سخنرانی ها بهش پرداخته شده بود، اما به عنوان بحث مستقل، دستور مستقل، سندی در کنگره نداشت و ضروری هم نبود. اما نقد این دیدگاه ها در تمام به اصطلاح سطور و خطوطی که به هر حال چه در بحث اوضاع سیاسی، در بحث اوضاع جهانی، در رابطه با جنبش آزادی زن، در رابطه با برخورد به مسئله مخاطرات جنگ و غیره و همه اینا بر وجود داشت. مجموعاً به نظر من واستگاه بسیار مثبتی داشت توی فعالین چپ و حتی کسایی که یک دوره بخشن انتقادی با حزب حکمتی است برخورد میکردن یا رابطهشون یک درجه انتقادی بود یا فاصله داشتن، این کنگره موجب شد که نزدیکتر بشن. فعالین کارگری استخونداری هستن که طولانی مدت کار میکنن و سیاستایی که مثلا مطرح میکنیم و اینا اونو واقعی تر میدونستن، شیوه برخورد ما رو درست‌تر میدونستن، تجارب خودشون رو تو این دوره دارن. در مورد تاکتیکای کارگری که مطرح میکنیم فکر میکردن که نه فقط درسته بلکه اصلا جاریه، ساریه توی جنبش طبقه کارگر. یک نوع انطباق و بیشتر میشد دید انطباق سیاستای حزب با اون واقعیت جاری مبارزاتی در ایران. در این حال هم باید اضافه بکنم ما خودمون از خودمون انتظارات بسیار بیشتری داریم. فکر می‌کنم حکمتی هنوز ایراد و اشکال زیاد داره و اینو من توی بحث‌ها، توی گزارش، توی موارد مختلف جوانب به هر حال اشاره کردم و کنگره هم خطش این بود که این مسیر رو و این حفره‌ها رو، این کمبودا رو به اصطلاح بپوشونه، جواب بده و در راهی که داریم میریم به هر حال پاسخ دقیقی به اینا بده که به صورت در آینده بتونیم با قدرت و توان بیشتری جلو بریم. خیلی خوب، من میخوام راجع به مباحث اصلی کنگره برای بیننده ما صحبت کنی. مباحث اصلی که مثلا مورد توافق بودن، اختلاف داشتیم تو حزب، یعنی مباحثات حول چی بود؟ اگر نکاتی هست که مثلا در حزب شفاف، تمام اون مباحثاتی که داشتیم همه مردم میتونستن از طریق سوشال میدیا این تعقیب کنن، ولی باز هم خوبه که اینجا راجع به اون مسائل صحبت کنیم. مباحث اصلی کنگره چی بود رفیق سیاوش؟ مباحثی که به هر حال به تصویب کنگره رسید بخشیش در واقع روتینه. هر کنگره و هر مجمع سازمانی، مجمع حزبی باید داشته باشه، مثل ارزیابی و گزارش که در فاصله دو تا کنگره کارا یا اقداماتی که حزب کرده اونجا میتونه مورد بررسی قرار بگیره.
مثل مورد انتخابات رهبری حزب که کمیته مرکزی باید در کنگره ها انتخابش مجددا و یا قرار و قطعنامه هایی که دستوریه که اگه چنانچه هر عضو حزب قراری به اصطلاح به کنگره بخواد تقدیم بکنه و یا بخواد چیزی تغییر بکنه، سیاستی عوض بشه، در این بند میگنجه. مضاف بر اینا 4 تا دستور اصلی داشتیم. یکی بیانیه مفصلی بود در مورد اوضاع جهان و دورنمای وضعیت سرمایه‌داری که به کدوم سمت جهان میره. یکی در مورد اوضاع سیاسی ایران بود، به طور مشخص در دورنمای سرنگونی انقلابی و انقلاب کارگری در ایران. یکی جهتگیری ها و اولویت های حزب بود که به مجموعه اقداماتی میپرداخت که حزب در آینده باید به اصطلاح یا تو این دوره ترجمهشون کنه و معنی پراتیکی تر کار کنه روش. و یکی هم پیام های کنگره بود که این پیام ها رو به چارچوب دیدگاه حزب در مورد جنبش طبقه کارگر ایران، در مورد جنبش آزادی زن، در مورد حرکت اعتراضی دانشجویان چپ در دانشگاه ایران، به اصطلاح این موارد رو در بر داشت. به اضافه اینکه پیامی بود به زندانیان سیاسی که تقریبا 2 سال علیه اعدام از شکنجهگاه ها دارن مبارزه میکنن. همینطور یک سندی بود که از فعالین داخل کشور بود در مورد تحولات بورژوازی ایران و تغییراتی که توش کرده تحت عنوان آناتومی گذار، که خود رفقا بخشن پیامشون رو در کنگره در مورد این مسئله گفتن. اما از اونجایی که به بحث بیشتری احتیاج داشت، کنگره تصمیم گرفتین و کمیته مرکزی منتخب روش یه بحث دقیق بکنه و استنتاجات سیاسی و پراتیکی رو ازش بگیره. اینا مجموعه مباحثی بود که وجود داشت. خوشبختانه از اونجایی که کار شده بود روی اسناد قبل از کنگره، در فاصله 1-2 ماه کنگره میان رهبری حزب و مشخصا دفتر سیاسی، همجهتی بالایی وجود داشت. تمام اسناد به جز 1-2 مورد که 1-2 رأی ممتنع داشتن مخالف نداشت، بیشتر به اتفاق آراء کنگره تصویب شدن. یک کنگره کاملا سیاسی متحد سطح بالا بود و سیاستاشو دقیق در مورد مجموعه اوضاع جهانی، منطقه ایران و مبانی تاکتیکی برمی شمرد. در این حال رفقای شرکت کننده، چه نمایندگان کنگره، چه اعضا و کادرای حزب و چه مهمانان گرامی که در این 2 سالن شرکت داشتن و یا بیرون این سالن ها بودن از طریق نت، یا به ویژه در سالن ها فرصت هایی بود که اظهار نظر میکردن، نظر خودشون میگفتن. حتی در اظهار نظر مهمانان به شکل وسیعی سمپاتیک، همراهی و توافق وجود داشت. ما هیچ 2 قطبی به اصطلاح بین مباحث در کنگره خوشبختانه نداشتیم، هرچند اینا طبیعیه، میتونه باشه، ولی جهتگیری عمومی در کنگره چه در داخل کشور چه در سالن‌های مختلف به اصطلاح جهت عمومی رو داشت. خیلی خوب. حتما راجع به مواضع حزب و راجع به وضع ایران و سیاست‌های حزب، اونایی که در کنگره بحث شد، تصمیم روش گرفتیم، حتما بعداً صحبت میکنم. ولی مسئله‌ای که خیلی جالب و مهمه و با اینکه مثلا که ما میخوایم این تکست این برنامه رو ترجمه زبان‌های دیگه کنیم، خوبی که در مورد وضعیت جهان یعنی توضیحاتی بیشتری بدی. موضوع کنگره حزب و موضوع حزب کمونیستی کارگری، یعنی یا اصلا ارزیابیش، تحلیلش و موضعی که بایستی کمونیست‌ها داشته باشن تو جهان چجوریه. قبل از این من میخوام یه بار دیگه به دوستان بیننده بگم که اگه خواهش میکنم اگه میتونن از طریق خودشون لینک برنامه که زنده است پخش کنن تا بینندگان بیشتری با ما باشن، و اگه ملاحظاتی یا کامنت هایی دارن میتونن تو فیسبوک و تو یوتیوب بنویسن، ما ببینیم و سوالاتی اگه هست رفیق سیاوش آماده پاسخ دادنه و ملاحظاتی انتقاداتی اگه هست هم میتونن با کامنت در برنامه شرکت کنن. خب رفیق سیاوش، وضعیت جهانو چجوری حزب حکمتیست میبینه و این
بره از تاریخ جهان چجوری ارزیابی میکنه و موضع کمونیست ها در جهان و در ایران چطور باید باشه؟ حزب بیانیه مفصل داشته و در کنگره تصویب شده، سطوح مختلفی داره. ما اینجا خیلی فشرده عرض کنم خدمتتون آنچه که به هر حال ما تو این دوره باش روبرو هستیم، تنشایی که بین دولت‌های سرمایه‌داری از قطب‌بندی‌هایی که هست، جنگایی که در شرق آسیا، خاورمیانه، آفریقای کودتا زده، جاهای دیگه وجود داره. اینا رو ما نمودی از روند بازسازی جهان سرمایه‌داری می‌بینیم. آنچه که سرمایه‌داری و دنیای قرن 20 ما میشناختیم که اساساً بعد جنگ دوم جهانی و ساختارهایی که بعد اون شکل گرفته بود پای ریزی شده بود، تمام اینا دستخوش تغییر و تحولن و حتی برای بانیانش دیگه اعتبار نداره. اون ارکانهای مالی، سیاسی، نظامی، اداری و غیره که وجود داشتن دیگه به طرق سابق قابل به اصطلاح دوام نیستن. تغییراتی از دهه 80 شروع شده و به ویژه بعد سقوط بلوک شرق در دهه 90 و به تدریج دیگه این اتفاقات به اصطلاح همینطور جلو رفته. همزمان اون غرب پیروز که میخواست نظم نوین جهانی رو به اصطلاح مستقر کنه بعد سقوط اردوگاه شرق، خودش الان امروز در بحران، چارچوب‌های سابقش به هم ریخته. اون پیمان‌هایی که به اسم غرب شناخته میشد مورد جدال حتی از طرف جناح‌های سرمایه‌داری و حتی در خود آمریکا و بنابراین دنیا در یک حالی کشمکش و تلاقی‌های مختلف برای تغییراتی که باید از سر بگذرونه. این تغییرات به کدوم سمت میره؟ نفس این که امروز میبینیم که جریانات دست راستی و عمدتاً فاشیست در آمریکا و اروپا به تدریج قدرت میگیرن. و ما اینو یه علامتی میبینیم که برای سرمایه‌داری جواب نداره. نیروهای کلاسیک ترش مثل محافظه کاری، مثل کانسرواتیوا، مثل لیبرالا، سوسیال دموکراتا جملگی تسلیم شدن، سپر انداختن، پلتفرم دست راستی رو قبول کردن، بیشتر به راست چرخیدن و عملا اون جناح هاردلاینر، جناح افراطی طبقه حاکم داره عصای دست بورژوازی میشه برای عبور از بحران. و این جنگ ها و کشمکش ها هم بر سر اینه. خود اینا در خود قابل تعریف نیستن، بلکه اینا محصول نیازهای سرمایه‌داری تو این دوره هستن برای این دوره گذار و جریاناتی که دراز مدت به اصطلاح پلتفرم انکشاف و بسط سرمایه‌داری باشن نیستن. ولی در این دوره اینا لازمن. جریانات افراطی همیشه در دوره‌هایی که سرمایه‌داری داره یک شیفتی رو از سر میگذرونه، یک دوره تاریخی، یک تحول مهمی، دورانسازی در جریانه، این نیروها میداندار میشن و کنگره و سند جهانیش از جمله به اصطلاح یکی از پوینت‌های مهمش ضرورت یک مقابله جهانی و یک صف‌بندی بین‌المللی کارگری علیه این اوضاع بود. چون تاریخ رو آمریکا و بورژوازی ضرورتاً فقط نمی‌سازه. این تاریخ میتونه با موجی از انقلابات کارگری، با قیام‌های توده‌ای، با برآمدهای انقلابی عوض بشه. همونطوری که در طی جنگ اول ما با انقلاب بولشویکی مواجه هستیم و یا در دوره‌های مختلف که بحران بوده بالاخره ما با چنین تحولاتی روبرو بودیم یا تحولات مشابه، این دوره هم میتونه طبقه کارگر، سوسیالیسم، جنبش کارگری بین‌المللی در مقابل این قضیه وایسه. ما به عنوان حزب حکمتیست به اصطلاح برای خودمون این وظیفه رو میدونیم که تلاش کنیم برای ایجاد این صف‌بندی در سطح جهانی، به میدون اومدن طبقه کارگر، به میدون اومدن ایجاد احزاب سیاسی که به اصطلاح علیه کل کاپیتالیسمن، نه احزاب سیاسی که صرفا منتقد نئولیبرالیسمن و یا از موضع چپ سوسیال دموکراسی، چپ مرکز میخوان وضعیت گذشته رو ابقا بکنن. مسائل دیگه هم در کانونهای دیگه بحران مثل خاورمیانه، آفریقا و غیره، اینا هم از همین قانون عمومی‌تر تبعیت میکنه و به طریق اولا در ایران سند اوضاع جهانی ما بر مبرمیت حضور سوسیالیسم کارگری در این دوران و برافراشتن انقلاب کارگری تاکید داره و تلاش میکنه به اصطلاح این ایده رو ببره یا لااقل این بحث رو داشته باشه که در این وضعیت کنونی راه حل دیگه‌ای در مقابل طبقه کارگر و بشریت
میلیاردها بشر امروز نیست. این سرمایه‌داری میره که اوضاع خرابتر بکنه. شما به شکاف طبقاتی نگاه بکنین، به تعداد ثروتمندان نگاه بکنین، به سیر انباشت ثروتشون در فواصل کوتاه نگاه بکنین. 1% به اصطلاح اینایی که توی اتوبوس جا میگیرن طبق آمار فوربس به اصطلاح نصف ثروت به اندازه نصف بیشتر مردم جهان ثروت دارن و هر روز فقر، فلاکت، به اصطلاح بدبختی، استثمار هر سال نسبت به سال دیگه داره بیشتر میشه و ناامنی یه وضعیتی ایجاد کرده که ما دیگه با یه شرایطی مواجه هستیم که معلوم نیست فردا چی میشه. راه حل میانی از نظر ما وجود نداره. یا سرمایه‌داری داره جهان رو به سمت یک بربریت تمام عیار میبره، یا اینکه باید پرچم سوسیالیستی کارگری بلند بشه جلوی این وضعیت رو بگیره. این فشرده به اصطلاح خیلی کوتاه آنچه هست که در این بیانیه اومده. طبعا با تفصیل بیشتری جوانب مختلف، رقابت‌ها، اهدافشون در هر منطقه و در هر جا به اصطلاح چی میگذره، سیاست دقیق کمونیستی باید در قبالش چی باشه، اینا بحث شده توی اون اسناد. اما طور فشرده به هر حال این نکاتی که عرض کردم خدمتتون مطرح شده. خیلی خوب. یک کامنتی اومده از رفیق هجیر نینا میگه بعد از کنگره حزب کمونیست کارگری ایران حکمتی، همکاری نیروهای چپ و کمونیست در راستای متشکل کردن جنبش کارگری در ایران چه نقش عملهایی در دستور کار خود قرار داده؟ خب من میخوام به این سوال حتما جواب بدی رفیق سیاوش، ولی من قبلا راجع اون بحثی که شد در مورد اوضاع جهانی من یک نظری دارم. اینجا هم بگم من عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری حکمتی هم هستم، ولی این برنامه ها که اجرا میکنم من یک مجری برنامه ها هستم و این کانال غیر حزبیه و شاید چیزایی که اینجا مطرح میشه نظر شخصی خودم نباشه، ولی سوالاتی هست که میشه مطرح کرد و مطرح کردنش کمک میکنه بحث رو بیشتر بحث کنیم یا توضیح بدیم. مسئله که بهش اشاره کردی موضوع این بود که این نیروهایی که اومدن نیروهای چه بگم مثلا کوتاه مدتی هستن، مثلا میان کارهای انجام میدن ولی بعدا میرن و نیروهای پایداری نیستن که بتونن ادامه کار باشن. ولی وضعیتی که اینا ایجاد میکنن شاید بورژوازی بعد از اینکه میاد سر کار و اون جریانات پایدار بورژوازی که میخوان جامعه رو یعنی اداره کنن، حاکمیت رو داشته باشن، اینها به اون دستاوردهایی که این جانیان میخوان برایشون به دست بیاورن، یعنی فاشیستا میخوان دستشون بیارن، کوتاهی نمیکنن. این دستاوردهای خودشون رو حفظ میکنن. منظور اینه که ارزش ها داره تغییر میکنه تو جهان. وقتی بود تو جهان اصلا مسئله این که بگی مثلا مهاجر و غیر بومی و نمیدونم اینا، بعضی کشورها اصلا یه چیزی خیلی زشتی بود، مردم اصلا بایستی اتهام میزدی یه نفر این حرفا رو زده. حالا خیلی آسان تو رادیو، تو سوشیال میدیا این حرفا زده میشه و ازش دفاع میکنن، میشه سیاست. یه حزبی بود تو انگلستان، اون حزبی نجل فرق، وقتی که کمپین کرد برای انتخابات اخیر مجلس، یکی از شعاراش این بود که بایستی از قرارداد حقوق بشر اروپا بیایم بیرون. قراردادی که خود بریتانیا خودش پیشنهاد کرده، قبلا قرارداد اروپا شده. منظورم اینه که به این جا رسیدیم و این چیزهایی که اینا میارن یعنی مداوم میشه. اینجوری نیست که این وضعیت بگذره. آیا کمونیست های جهان و به نظر شما و حزب کمونیست کارگری حکمتی است از نظر فکری و از نظر سیاسی آماده جواب دادن به همچین حمله، به همچین یعنی به عقبگردی هستن که داره پیش میاد این روزها که میبینیم؟ و بعدا هم حتما جواب سوال رفیق هجینینا رو هم یادمون نره. نکته شما درسته. وقتی عرض میکنیم که راستگرایی جهانی مجموعه نیروها به راست میرن و همون نیروهایی که دیروز مدافع همین پلتفرما بودن یا لااقل مبارزات کارگری و جنبش اجتماعی بهشون تحمیل کرده بود، به قانون تبدیل شده بود،
و به ناحق به اسم اینا در رفته بود، خود اونا هم بخشی از پلتفرم فاشیستا رو گرفتن. شما نگاه بکنین حزب لیبر در انگلستان، حزب احزاب سوسیال دموکرات مرکز در آلمان در انتخاباتشون سر این که کدومشون بیشتر مهاجرین رو بیرون بندازن یا محدود بکنن اوضاع رو، با همدیگه مسابقه میدن. یه پلتفرمی شده. این عقبگرد به طور عمومی در میان بورژوازی هست و وقتی هم به اصطلاح این نیروها مرخص میشن دوباره بر نمیگردن به جای اولی که قبل از این اتفاقات بود. دقیقاً از همون جایی شروع میکنن که به درجه زیادی عقب نشینی به جامعه تحمیل شده. و یک نکته هم نباید این وسط فراموش کرد، بسیاری از این پلتفرم‌ها، از این چارچوبای جهانی که امروز دارن دونه دونه ازش میان بیرون و مرغاش میکنن، از بحث‌های محیط زیست، سازمان بهداشت جهانی، حقوق پناهندگان، نمیدونم قوانینی که تو کشوری از آمریکا تا جاهای مختلف هستش، اینا محصول یک دوران معینیه که اون دوران یک تناسب قوی در سطح جهان برقرار بوده، از جمله به اصطلاح در تقابل با در مقابله با جلوگیری از انقلابات کارگری و تکرار نشدن بولشویسم در اروپا، اینا به یه چارچوبایی رضایت دادن. امروز در دنیایی که داره تغییر میکنه همین چارچوب دیگه اعتبارش رو از دست میده. وقتی اساس قضیه زیر سواله، به طریق اولا قوانین و چارچوبای ایدئولوژیک سابق هم زیر سوال میره. بله اینا به سیاست تبدیل میشه، اما از موضع ما، از موضع طبقه کارگر بین‌المللی، از موضع کمونیسم که نقطه عظیمتش آزادی و رفاه و حرمت انسانه، طبعا این درست نیست که برگرده بگه ما قوانین قبل از تشدید تقابل سرمایه‌داران رو می‌خوایم. باید از موضوع طبقاتی خود بگه حق انسان امروز چیه، آزادیش چیه، حرمتش چیه و بالاخره قوانین رو بذاره که یک خاستگاه سوسیالیستی و کارگری داره. آنچه که قبلا بهشون تحمیل شده به درجاتی، حتما ما به سادگی از دست نمیدیم، مبارزه میکنیم علیهش، اعتصاب میکنیم، تلاشمون رو میکنیم، ولی آنچه که خودمون به صورت ایجابی میگیم، اون دیدگاه ها و نقد سوسیالیستی به وضع موجود و دفاعمون از حق و آزادی انسان امروز. در نتیجه آمادگی، گفتین چقدر آمادگی هست نسبت به دوره قبل. ما با احزاب قدرتمند سوسیالیستی روبرو نیستیم. جنبش اتحادیه‌ای تضعیف شده، اما ما با یک جنبش کارگری و یک مردم معترض روبرو هستیم. همین هفته گذشته بیشتر از 100 شهر آمریکا میلیون‌ها نفر اومدن جلو علیه ترامپ. در انگلستان و بریتانیا و فرانسه و آلمان و جای دیگه شما با بزرگترین اعتصابات کارگری روبرو هستین. در اسپانیا و در حتی کشورهای خاورمیانه جهان به اصطلاح ساکت نمیشینه، مردم ساکت نمیشینن. در همون هندی که داره روی دوش کار ارزان به این وضعیت رسیده، هندوستانی، ما با وسیع‌ترین اعتصابات کارگری مواجه هستیم. به نظر من یک درجه از دست دادن خوشبینی به حرکت کارگری در جهان و اینکه این حرکت ها میتونن یک محصولاتی داشته باشن، یک بای پروداکتایی داشته باشن، جریاناتی ازش بیرون بیا، نقد سوسیالیستی توش قوی بشه، کم شده. و دلیل این کم شدن همینه که معمولا در این اوضاع که راست تعرض میکنه و مردم احساس میکنن چیزی دستشون نیست، خب این نومیدی پیش میاد. اما کافیه در یک جایی به اصطلاح یک حرکت خلاف جریان صورت بگیره، استوپی زده بشه، ترمزی زده بشه به اصطلاح به حرکت بورژوازی، یک پیروزی حتی نسبتاً چپ، نه ضرورتاً سوسیالیستی یا کارگری رخ بده، همه چیز عوض میشه. مثل همیشه تاریخ دنیا رو کشمکش طبقاتی پیش میبره و این کشمکش توی قلمروهای وسیع در تمام منافذ جامعه در جریانه و ما راهی در مقابلمون نیست به جز اینکه مقاومت سازمان بدیم، پرچم امید باشیم، پرچم مقاومت باشیم، سازمان بدیم و سعی کنیم به اصطلاح از تعرض عنان‌گسیخته بورژوازی جلوگیری بکنیم. برای این اصلا فلسفه وجودی ما اینه. این گارانتی نیست که حتما پیروز میشیم، اما کاری جز این از ما بر نمیاد و در نتیجه همونطوری که کل فاشیسم و کل بورژوازی، کل دست راستیا به پلتفرم جهانی حالا در چارچوب کشوری متکی میشن، ما به عنوان کمونیسم به طریق اولا و بسیار بیشتر از اونا به مثابه انترناسیونالیسم باید پلتفرممون چارچوبی جهانی داشته باشه، منفعت طبقمون در سطح جهان داشته باشه، از آزادی و شریعت شروع کنه و نقطه عظیمتش باشه
و به طور معین در هر کشوری، در هر جایی که سنگرهای مشخص خودمونه، برای پیروزی بلافاصله و پیروزی کوتاه مدت و دراز مدت تلاش کنیم. خیلی خوب، برگردیم به سوال رفیق هژیر نینا که میگه بعد از کنگره حزب کمونیست کارگری ایران میگه حکمتی است همکاری نیروهای چپ و کمونیست در راستای متشکل کردن جنبش کارگری ایران چه نقش عملهایی در دستور کار خود قرار داد؟ ما در سندی که داریم در مورد جهتگیری ها و اولویت های حزب، همینطور در پیامی که کنگره خطاب جنبش کارگری ایران داده خطوطی مطرح شده و اقداماتی مطرح شده، اما جدا از اون استراتژی حزب حکمتی است در این دوره روی دو پایه سواره. یکی این که تقویت حزب و تقویت جنبش کمونیستی کارگری در ایران برای رفتن به سمت قدرت سیاسی، و یکی تقویت چپ جامعه است و گسترش همکاری با جناح چپ جامعه، جناح سوسیالیست جامعه که شامل همین احزاب چپ و کمونیست هم میشه که عمدشون در کنگره حضور داشتن، پیام خوندن، مهمان ما بودن و ما همکاری رو تو سطوح مختلفی داریم انجام میدیم. برای بسیج طبقه کارگر مکانیزم درونی خودش رو برای بسیج داره، میتونیم راجعش صحبت بکنیم. از جدا از سازمان توده، خوشبختانه علیرغم اختناق و سرکوب، کارگران در ایران امکان اینو پیدا کردن که بتونن مبارزه‌شون رو به درجه زیادی سراسری بکنن، به درجه زیادی یک همجهتی و همفکری ایجاد بکنن، هم صدایی ایجاد بکنن، و این باعث شده که ما علیرغم اینکه یه سازمان کارگری قانونا به رسمیت شناخته شده در ایران نداریم، اما یک حرکت سراسری کارگری در ایران داریم که یک جهتی رو داره که حتی در کشورهایی که فدراسیون‌های کارگری هستش شما این همجهتی رو نمی‌بینید و این یک نقطه چیزه و اینو باید شما در تناسب قوای فعلی و ممنوعیت نگاه بکنین. به مجرد اینکه این فضا با همین مبارزات که مکانیزم تغییر تناسب قوا هم هست شکسته بشه، ما در شرایط جدیدی قرار بگیریم، ما با سیر وسیع از شوراهای کارگری، جنبش شورای کارگری، سازمان‌های مستقل کارگری اومدن به صحنه، احزاب و کمونیستی و سوسیالیستی مثل ما فعالیت علنی مواجه میشیم و کل این ماتریال اجتماعی و رادیکالیسم میتونه به اصطلاح نیروی ما باشه، لااقل بخش عمده و مهمیش. امروز تا به خود ما برمیگرده، من جانب سازمان دیگه نمیتونم صحبت بکنم، تا به خود ما برمیگرده، ما تلاشمون اینه که سازمان کمونیستی و درون طبقه رو تقویت بکنیم در شکلی که مقدوره، اما در شکل علنی ترش ما برای تقویت جنبش و سنت شورایی طبقه کارگر کار میکنیم که امروز خودش رو در شکل مجامع عمومی کارگری نشون میده که شما وقتی نگاه میکنین 80-90% از اعتراضات کارگری به طرق مجمع عمومی برگزار میشه، یعنی یک سطحی از تشکل، اتحاد در میان طبقه کارگر در فقدان وجود سازمان‌های به رسمیت شناخته شده کارگری و ممنوعیت تشکل در ایران، اینا دارن کاراشون رو پیش میبرن، به طور علنی میگن، خودشون میگن خرد جمعی، میان کارگرا توده کارگرا جمع میشن، تصمیم میگیرن، حرف میزنن، نماینده انتخاب میکنن، میرن مذاکره و خودشون رو تحمیل کردن به کارفرمایان و حکومت اسلامی. و یادمون نره این در مملکتی صورت میگیره که اعتصاب حرامه، به شرع انور تشکل کارگری ممنوعه و اعتصاب با گلوله جواب میگرفت یه زمانی، اما ایران کشوریه که امروز سالی چند هزار اعتصاب توش صورت میگیره و این به همت صف وسیعی از رهبران و شبکه‌های کارگری، رهبران عملی کارگری داره صورت میگیره که پشت این مجامع عمومی و سازماندهی کارگری در سطوح مختلف هستن. حزب حکمتی است به عنوان یک جریان کارگری باید و موظف است و هر جریان کارگری منطبق باشه با این سوخت و ساز درونی طبقه کارگر، همراه با اون پیش بره، یک قدم جلوتر از اون باشه، اونو تقویت بکنه، مثل ماهی که در دریای شنا میکنه در این میان کار بکنه، از خودش ایده‌های ابسترکتی نیاره که به اصطلاح تحمیل بکنه به طبقه و یا به اصطلاح عقاید و ایده‌های مطلوب خودش رو به شرایط و تناسب قوایی که امکان به اصطلاح دیگری رو به دست میده تحمیل بکنه. ما داریم قدم به قدم و به اصطلاح با جزئیات در این زمینه حرکت میکنیم، سعی میکنیم اینو قوام ببخشیم، تقویت بکنیم
برای اینکه یک حلقه بالاتر از این مجامع عمومی فردا وقتی منظم میشه ما با شوراهای کارخونجات، شوراهای رشته‌ها، شوراهای بالاخره سراسری و منطقه‌ای روبرو خواهیم بود و یک جنبش کارگری شورایی در مقیاس ایران که هیچ قدرتی نمیتونه به اصطلاح از بالای سرش رد بشه و حذفش بکنه، غیر قابل حذف خواهد شد. در نتیجه مهمترین استراتژی در درون جنبش کارگری و برای بسیج طبقه کارگر قدرتمند کردن طبقه کارگر و ایجاد سازمان‌هایی که از همین امروز وسیله مبارزه‌ش، فردا میتونه وسیله قیامش باشه، پس این فردا میتونه وسیله قدرتگیری و سازمان سیاسی جامعه باشه و برای سوسیالیسم، برای کمونیسم کارگری اون سازمان شورایی هستش و سنت شورایی است. ما به این سنت تعلق داریم و کارمون رو روی این میذاریم. واضحه در کنار این هر حرکت کارگری، هر اقدام کارگری که به اصطلاح به درجاتی کارگران رو متشکل بکنه، طبقه ما رو به اشکال مختلف متشکل بکنه، مورد حمایت ما هستش و قاطعاً ازش حمایت میکنیم. خیلی خوب، به این نکته برمیگردیم. من میخوام راجع به این مسئله بحث یه خورده بیشتر بحث بدیم، یعنی راجع به تشکل‌های کارگری، تشکلیابی کارگری خیلی مسئله مهمی است و ملاحظات و نظراتی مخالفی هم داره در میان چپ، ولی حالا مجبوریم که به این وقتی که تقریبا بیش از 35 دقیقه است بیشتر از این راجع به کنگره صحبت نکنیم، اگرچه من فکر میکنم هنوز هم خیلی موضوعی هست که میتونستیم در موردش صحبت کنیم و جواب سوالات رو بدیم، ولی بریم به مسئله دیگه که موضوع مذاکرات دولت‌های امریکا و جمهوری اسلامی است که حالا دیدیم که شنبه گذشته یه دور از مذاکرات اجرا شد در عمان. مذاکرات نه مستقیم نه غیر مستقیم بود، یه جوری هیبرید بود، یه جوری که کسی میان دو اتاق داشت، یعنی فقط سلام علیکی با هم کرده بودن. فکر کنم که اینو هم در رسانه ها بازتاب داشت. منتها بعد از اون دوره مذاکرات آرا حرفای ضد و نقیضی از طرف امریکایی ها میبینیم یا میشنویم. مثلا خود اون آقا ویتکوف یه بار گفته که ایران اصلا نبایستی قبول نمی کنیم به هیچ وجه که بتونه یورانیومو چی میگم به فارسی آره اصلا نمیخوام این پروسه رو به پیش بره و این بار گفته که تا حد 3 ممیز نمیدونم چند میتونه این کار رو انجام بده. این حرفای ضد و نقیضی کسی نمیدونه داره به کجا میره و چون ترامپ در امریکا سر کاره هیچ کس نمیتونه اصلا آینده این مذاکرات رو پیش بینی کنه. آیا امریکا بر چه اساس با جمهوری اسلامی میتونه به توافق برسه؟ اسرائیل تو این میان چی خواهد کرد؟ موضعش چی خواهد بود؟ و کلا نظر شما چیست در کلیت راجع به این مذاکره که بعداً بریم جنبه های دیگرش رو هم بحث کنیم؟ به نظر من در این بحث باید از پروپاگاند و لفاظی طرفین کلا فاکتور گرفت. اینا به دلیل تناقضات درونی خودشون، به دلیل مخالفتایی که در بین جناح‌های حاکم وجود داره، چه در حزب جمهوری‌خواه آمریکا، حتی حزب دموکرات و در ایران در حاکمیت جمهوری اسلامی میان خشک مقدسای خودشون، این نوع حرفا رو میزنن. خیر، اینا با هم دیگه ماچ و گوسم کردن، در یه اتاق هم بودن، با هم دیگه هم حرف زدن، قبلش هم حرف زدن، در بدترین شرایط اینا مذاکره داشتن به صورت مخفی. نه فقط جمهوری اسلامی، با اسرائیل هم مذاکره و دیدار داشته در سطح امنیتی. اینا پروتکلایی که بین اینا هستش، بنابراین از اینا باید فاکتور گرفت. نکته اینه آیا مذاکره دولت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی خوبه یا بده؟ شما وقتی دارین به برخوردار نگاه میکنین میبینین که تعداد زیادی ناراحتن و حتی مسخره میکنن جمهوری اسلامی رو. تسلیم شد، جام زهر خورد، چی شد نمیدونم. و راستا، مخصوصا راستای اپوزیسیون ایران که تمام امیدشون رو به بمباران و حمله نظامی و غیره بستن که بلکه از پس این ماجرا و روی تلی از اجساد و ویرانی اینا بتونن به قدرت نزدیک بشن،
امروز دارن خودشون رو تاریک میبینن و جناحایی در اسرائیل مثل نتانیاهوی فاشیست خب اونم دوست نداره به اصطلاح این روند پیش بره. از نظر ما مذاکره و نشست و برخاست اینا، قهر و آشتیشون و جنگشون هر دو به ضرر مردمه. ما سیاست و تاکتیکمون رو از به اصطلاح رفتار طبقات حاکم و دولت‌ها استنتاج نمی‌کنیم. سیاست ما در صفحه دیگه رقم می‌خوره، بر اساس منفعت طبقمون، جنبشمون، جامعه. از این موضوع ما حرف میزنیم. ما مخالف جنگ طلبی به اصطلاح این دولت‌ها هستیم، چون اینو به ضرر مردم می‌دونیم، جامعه رو عقب میبره، ویرانی ایجاد میکنه، دست جمهوری اسلامی رو باز میکنه، سرکوب و تشدید میکنه، بهانه‌های دست جمهوری اسلامی میده که کلی جنبش انقلابی رو به عقب میبره. اما با مذاکرات و به اصطلاح سازش اینا مخالفتی نمی‌کنیم. با مخالفت ما روبرو نمیشه. ما فکر می‌کنیم بالاخره حالا از سر ضعف، از سر هر چیزی هست که اساساً از نظر ما برای بقای نظامشونه، میخوان نظامشون حفظ بکنن، برخلاف اون شعارا فکر میکنن که میزننشون و امکان داره نتونن تعادلشون رو حفظ بکنن و بنابراین سازش میکنن. به کجا خواهد رسید؟ در اسناد کنگره ما و در تحلیل‌های قبلیمون ما اینو تاکید کردیم که برخلاف بسیاری از تحلیل‌ها چشماندازی جنگ وجود نداره. ممکنه تقابل نظامی به اصطلاح محدودی رخ بده، اما اون هم چنانچه چنین تقابلی هم رخ بده که اگر مذاکرات به شکست منجر بشه این محتمل خواهد بود. اما این تقابل نظامی محدود برخلاف آرزوهای اپوزیسیون راست ایران به سرنگونی جمهوری اسلامی منجر نخواهد شد، بلکه تلاشی برای تسلیم کردن جمهوری اسلامی و تضعیفش. امروز دیگه بحث نیابتی و پروکسی جمهوری اسلامی ابدا مطرح نیست. شما بیشتر اطلاع دارین، هشت شبی در عراق کلا تسلیم شد و قرار قاطی بشه توی ارتش عراق. حزب الله در لبنان به همین ترتیب دست و حوثی‌ها رو بستن، بشار که سرنگون شد، حماس به اصطلاح اون وضعیتشه. جمهوری اسلامی در موضع بسیار بسیار دفاعی قرار گرفته. حتی آمریکا مخالفت نداره با غنی سازی، بیشتر میخواد اینا به سمت بمب هسته‌ای و نمیدونم بمب اتمی و کلاهک هسته‌ای درست نکنن، بذارن روی این بالستیکا و بالاخره تهدید کنن منطقه رو. حتی با موشک ساختن هم مشکل نداره. بس لیمیتیشن، محدود کردن اینا هستش به درجاتی و برای جمهوری اسلامی هم گرفتن امنیت از آمریکاست. من فکر میکنم ترامپ بیشتر از دموکرات‌ها امکان معامله با جمهوری اسلامی رو دارن و همه بورژوازی بین‌المللی به بازار ایران به عنوان بازار بکر نگاه میکنه. مضافاً بر این باید کله شقی خامنه‌ای و نوع شریعت مداری رو فاکتور گرفت به فشار طبقه بورژوازی فربه‌ای که در ایران در جمهوری اسلامی بار اومده و جنگ و مخاطره نظامی و به اصطلاح تشدید تحریم‌ها و اینکه با تجارت و بدبستان مالی جهانی شما ارتباطی نداشته باشی، قاچاقچی‌ها کاراتون انجام بدن، از طریق دور زدن و غیره به اصطلاح این کار بشه و این گرانی و فلاکت توی جامعه ایجاد بشه، اینا رو قبول نمی‌کنن. منفعت خودشون رو در خطر می‌بینن. منفعت اون طبقه که بخش مهمی الان از حاکمیت جمهوری اسلامی رو از جمله تشکیل میده و تقریبا بیشتر اپوزیسیون بورژوایی ایران رو، اونا فشار اونا باعث میشه که جمهوری اسلامی اگه میخواد تعادلش رو حفظ بکنه و از جمله خامنه‌ای ها قبول بکنن برن پای مذاکره. در نتیجه امروز یه حرفی میزنن، فردا یه حرف دیگه میزنن و تمام نگرانی اینا از تعرض مردم. آخرین سخنرانی خامنه‌ای هم همینو میگه، داره اینکه اینا میرن با آمریکا میشینن اما از اون دارن مردم رو تهدید به کشتن و زدن و اینا میکنن. در همین 2 هفته گذشته بیشتر از 17-18 نفر اعدام کردن. تعرضشون بیشتر شده. بنابراین چه میشه؟ من فکر میکنم این مذاکرات به احتمال زیاد به فرجامی میرسه، 100% نخواهد بود. به توافقاتی میرسن که نگرانی‌ها رفع بشه. امکان این هم هست این وسط به اصطلاح خرابکاریایی بشه و محدود تقابلای ایجاد بشه، اما جمهوری اسلامی فکر می‌کنم وضعش بسیار بدتر از اونه که پای همچین چیزی بره. سازش بیشتر محتمله تا تقابل. خب نقش اسرائیل چه خواهد بود؟ این مسئله خیلی ربط تنگاتنگی به آینده اسرائیل هم داره. یعنی مثلا جمهوری اسلامی که هنوز هم دشمنی با
اسرائیل رو ادامه بده میتونه با آمریکا به توافق برسه، میتونه این به فرجامی برسه، به یه جور تعادلی برسه که شما بهش اشاره میکنی. یعنی اینکه مثلا بازارهای ایران دوباره باز بشه برای سرمایه ها، این یه چیزی حتما ترامپ دنبالشه. ترامپ که مثل یک چی میگم، مثل یک بیزنسمن دیگه داره سیاست میکنه. اصلا تمام ارزش ها رو هم عوض کرده، ارزش های بورژوازی رو در سیاسی بورژوازی رو هم رعایت نمیکنه. خیلی پول اصلا یه خدایی شده برای سیاستمداران امریکا. حالا خود پول، یعنی نه اینکه مثلا اقتصاد به اون معنی، خود پول به این معنی پول یه چیز خیلی مهمی شده. این برای ترامپ شدنیه. ولی اسرائیل در این میان چه خواهد؟ فشار اسرائیل بر سیاست های امریکا نمیتونیم به یک فاکتور، یک چجوری بگم، یه جوری بازدارنده در مقابل سیاست به توافق رسیدن با ایران حساب کنیم. خط حاکم بر دولت اسرائیل اینه که بریم به سمت جنگ و فرار به جلو، ایجاد بحران برای اونو به نفع اوناست و از اونجایی که آمریکا تنهاشون نمیذاره، فکر میکنن اگه حتی وارد جنگ نخواسی بشن و یا تحمیل بکنن، آمریکا ازشون دفاع خواهد کرد. من فکر میکنم آمریکا میتونه کنترلشون بکنه. اسرائیل رو به طور کلی نمیشه گفت همشون میخوان، به جز نتانیاهو به اصطلاح حزبی که بهش تعلق داره، اونم نه همشون، بیشتر هیئت حاکمه اسرائیل نمیخوان حتی این جنگ و نسل‌کشی با مردم فلسطین ادامه پیدا بکنه. هر روز تظاهرات اونجا و حتی نظامیاشون دارن استعفا میدن، میگن که صلح بکنین، سازش بکنین، تموم بکنین، نمیدونم جنگو خاتمه بدین. و کشورهای منطقه هم شما از عربستان تا بقیه بگیرین، همشون نگرانن که درگیری ایجاد بشه، به خاطر اینکه منفعتشون زیر سوال میره. بنابراین مجموعه بیشتری از بورژوازی منطقه خواهان اینه که دندون جمهوری اسلامی رو بکشن، اما مخاطره ایجاد نشه که بالاخره منطقه وارد یک دوری بشه که معلوم نیست چجوری جمع خواهد شد و هر کدوم از اینا ضربه‌ای بخورن. من فکر می‌کنم آمریکا میتونه اسرائیل رو کنترل بکنه و اسرائیل هم به تنهایی بدون حمایت کامل آمریکا وارد حمله چیزی با ایران نخواهد شد، چون نه دولت‌های منطقه ازش حمایت میکنن نه کشورهای. نه، از نظر تکنیکی، از نظر تسلیحاتی امکانو نداره. خیلی وقتی گفتن امریکا نباشه، از نظر تکنیکی، یعنی تکنیک جنگ، اون اسلحه‌هایی که داره برای این مسئله کافی نیست. اسرائیل اسلحه‌های زیادی داره ولی نمیتونه اون ضربه هایی که میخوان به ایران بزنن اینجوری بزنن. ممکنه مثلا بمباران هوایی شهرها رو انجام بده، مثلا بعضی پادگان ها رو مثلا مورد حمله قرار بده، ولی این که مثلا اون برنامه غنیسازی یورانیوم ایران و یا برنامه اتمی ایران رو تعطیل کنه، در این کار در قدرتش نیست بدون کمک امریکا. خب حالا به این نکته برسیم. شما حتما جزو اونا نیستیم ما که فکر میکنیم که جنگ بهتر از صلح میان ایران و امریکا. حتما هرچه باشه اونا به توافق برسن، لااقل جنگی شروع نشه، مردم یعنی سیناریو سیاهی تو ایران نبینیم، اون چیزایی که تو عراق دیدیم، تو سوریه پیش اومد، تو لیبی هم دیدیم، اینا تکرار نشن. این خوبه برای زندگی معمولی مردم، خوبه. ولی خوب جمهوری اسلامی نمیتونه از این نیرو بگیره، نمیتونه خودشو بازسازی کنه. مثلا حرفای راستا که کسی قبول نداره، اونها تمام امیدشون رو به بمب افکان‌های امریکا رو چیز کردن، تعلق کردن. فقط اینه که امید به اونا میده. منتها تحلیل ما اینجوریه که جمهوری اسلامی با قوتی بیشتری نمیتونه حمله سبعانه خودش و حمله وحشیانه خودش رو به مردم ادامه بده، بیشترش کنه، مثلا به جاهایی برسه که تا حالا ندیدیمش. من اینطوری فکر نمی کنم. شرایط عوض شده. ببینید، نکات اول شما کاملا دقیقه، درسته و ما هم اینطور فکر میکنیم. اگه جنگی رخ نده، حتی در سطح محدود، اولا بهانه‌ای دست جمهوری اسلامی نمیفته، جامعه نگران نمیشه، جامعه دچار رو سمت استیصال و غیره نمیره
بنابراین به طور واقعی همون روند انقلابی، روند مبارزاتی ادامه خواهد یافت. اگر مذاکره و سازشی، صلح که نه، اگه سازشی صورت بگیره بین این دولت‌ها، خب مردم اینو به ضعف جمهوری اسلامی ترجمه میکنن و این میشه یک نیروی برای تعرضشون به حاکمیت جمهوری اسلامی، تعرض بیشترشون. به همین دلیل شأن نزول سخنان خامنه‌ای رو باید در این تحلیل اتاقای فکری و امنیتیشون در آورد که وقتی ما سازش میکنیم، مذاکره میکنیم، مردم اینطوری فکر میکنن که نظام ضعیفه، هرچی گفتیم و رشتیم پنبه شده و بنابراین بهمون حمله میکنن و اینا میان پیشاپیش به حمله پیشگیرانه دست میزنن که اون میشه پلتفرمی که خامنه‌ای تو سخنرانیش در حمله به مردم که کسی هوس نکنه که فکر کنه فلان آنچنان میکنیم و این چنان میکنیم خلاصه شده. در این حال به نظر من باید اینم دید که جمهوری اسلامی آمریکا و غیره ممکنه اگه تحریم ها برداشته بشه فقط در یه حالتی، اولا تحریم چه بوده چه نبوده، مردم فقیرتر شدن. در این حال سازش دیماه 96 مدت کوتاهی بعد از قرارداد برجام رخ داد. یعنی از نظر موضع جامعه تنش و قهر و آشتی آمریکا و دولت‌های اروپایی با جمهوری اسلامی چیزی عاید مردم نکرده. مردم فقیر بودن، فقیرتر شدن، کارگرها بدبخت بودن، بدبخت‌تر شدن، استثمار می‌شدن، بیشتر استثمار شدن، ناامن بودن، بیشتر ناامن شدن، به زنان بیشتر حمله شده، اعدام بیشتر شده. زبان اروپایی‌ها و این حقوق بشر مسخره به اصطلاح دکونشو بستن به نفع تجارت و بیزنس با جمهوری اسلامی و معامله با اونا. در نتیجه مردم بیشتر روی پای خودشون وای میسن. افق دست راستی در ایران تماما کور میشه. اگه عده قلیلی هم فکر میکنن اگه آمریکا حمله بکنه و اسرائیل حمله کنه ما نجات پیدا میکنیم، دیگه اونم تموم میشه. 96 به این دلیل رخ داد که دیگه مردم تماما روی پای خودشون وایساده بودن و از جناحهای نظام عبور کرده بودن. امیدی هم به ناجی از آسمان به آمریکا و به شعار ناسیونالیست هایی که بعد از عراق نوبت ایران است دیگه نداشتن. من فکر میکنم اگه سازشی بین اینا صورت بگیره به طریق اولا موقعیت اپوزیسیون دست راستی ایران و این دیدگاه ها محدودتر میشه. مردم تعیین تکلیف خودشون رو با جمهوری اسلامی در صفحه دیگری میکنن و به این گره نزدن. من اینکه کسی بگه این تئوری رو داشته باشه که اگر توافقی بین آمریکا و جمهوری اسلامی صورت بگیره این باعث میشه که یک گشایش اقتصادی بسیطی ایجاد بشه، این گشایش اقتصادی با خودش گشایش سیاسی رو خواهد آورد و ماحصل این خواهد بود که مردم برای دوره قابل پیش بینی به جمهوری اسلامی رضایت خواهند داد. من چنین چشم اندازی نداریم، ما اینجوری فکر نمی کنیم. جمهوری اسلامی اگه به چنین وضعیتی برسه دیگر جمهوری اسلامی نخواهد بود، خیلی چیزاش باید تغییر بکنه و مردمی که حکومت به عقب رفته هر قدم عقب نشینیشو به تعرض تبدیل خواهند کرد، اجندای خودشون رو پیش میبرن، کاری رو پیش میبرن که تا الان پیش بردن و سعی میکنن تمومش کنن. در صورت سازش اینا بیشتر به نفع مردمه تا جنگ طلبیشون. بنابراین سازش اینا و مذاکرهشون با مخالفت طبقه کارگر، ما کمونیست‌ها و مردمی که مسئولیت اجتماعی دارن، نیروهایی که مسئولیت اجتماعی دارن روبرو نخواهد شد. خیلی خوب، دست در نکنه. ما مجبوریم که به خاطر وقت بحث رو اینجا خاتمه بدیم، اگرچه که سوالات زیادی هست و این مسئله شاید بتونه که خودش برای یه برنامه دیگری در آینده بعد از چند هفته از این مذاکرات ببینیم چی شد. بار دیگه یعنی در خدمت شما باشیم برای یک، یا اگه بتونی شما با ما باشی برای یک مصاحبه دیگه راجع به این مسئله. یعنی به موضوع آخرمون راجع به سیاست‌های موازی و سیاست‌های حزب حکمتی در قبال اوضاع موجود در ایران و منطقه است. یه مسائلی بحث کردیم در مباحث قبل، ولی من میخوام اینجا راجع به مسئله فلسطین صحبت کنم. موضع حزب کمونیست کارگری حکمتی است راجع به مسئله فلسطین و دستکشی که در فلسطین داره اجرا میشه چی هستش و آیا مثلا چپ ایران اون چیزی که میتونستن
انجام بدن یا اون وظیفه‌ای که دارن به اندازه اون بزرگی اون وظیفه عمل کردن؟ در این مورد شما در جریان هستین. به محض اینکه این ماجرا شروع شد، حزب حکمتی موضع روشنی در قبال این قضیه داشت. هنوز این قتل عام و نسل‌کشی دولت اسرائیل به ابعاد 2-3 هزار و اینا نرسیده بود که ما به عنوان نسل‌کشی اینو محکوم کردیم. اولین جریانی که نه فقط در ایران، در منطقه و در سطح جهان این پدیده رو هولوکاست نامید حزب کمونیست کارگری حکمتی بود و عنوان بیانیه‌اش هست عنوان هولوکاست مطرحش کرد و شعار اولین جریانی بودیم که شعار محاکمه نتانیاهو فاشیستای اسرائیل رو به این خاطر سر دادیم و به نظر ما میبایست نه فقط در ایران، در سطح جهان بالاخره یه حرکتی بعد مدت‌ها راه افتاد با اغتشاشات زیادی در دفاع از مردم فلسطین و به طور عمدتاً علیه جنایت دولت اسرائیل. اما نه مردم جهان، نه دولت‌ها و نه نهادهای بین‌المللی اونطوری که با موارد بسیار محدودتر از این برخورد می‌کردن با دولت اسرائیل برخورد نکردن. این اواخر به هر حال یه چیزایی گفتن اونم نامعلومه، برای پاش رو زمین نیست، برای مثلا تحت تعقیب قرار دادن نتانیاهو و گالانت و امثال اونا. ولی خب این وسط مردم غزه، مردم فلسطین قربانی فاشیسم حاکم بر اسرائیل و اسلام سیاسی و جریانات اسلامی منطقه از جمله حماس و متحدینش شدن. از نظر راه حل ما هنوز سیاستمون راه حل دو دولته. فکر می‌کنیم دو دولت تشکیل دولت مستقل فلسطینی و به رسمیت شناسی اون میتونه جوابی باشه به این ماجرا و میتونه پاسخی باشه برای انزوای این نیروهای دست راستی که در هر دو سمت ماجرا دارن کار میکنن. چپ ایران در مورد این قضیه چیکار کرده؟ در کلا در جامعه ایران یک تناقضی هست که ممکنه در عراق و در منطقه نباشه. از اونجایی که مردم از اونجایی که جمهوری اسلامی و جنبش اسلامی از یه مقطع معینی وارد لااقل بعد پیروزی، بعد شکست انقلاب ایران و به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، اسلام سیاسی و جمهوری اسلامی از مسئله فلسطین رو بهانه‌ای کرد و اولا اسلامیزه کرد قضیه رو، دوم بهانه‌ایش کرد برای به اصطلاح گسترش نیروهای نیابتی خودش و حضورش در منطقه و یک آنتیپاتی بین مردم و حکومت ایجاد شده. در ایران خیلی ساده نیست به اصطلاح مردم بیان توی خیابون، کارگرا بیان توی خیابون از مردم فلسطین دفاع بکنن، در این حال فاصلهشون با جمهوری اسلامی حفظ بکنن. این فقط مثلا اعلام میکنن مخالف کشتن مردم هستن یا اینکه میگن چیزایی در این سطح انجام میدن و هیچ سمپاتی هم به دولت اسرائیل نشون نمیدن. شما یک لایه قلیل شاید انگشت شمار از سلطنت طلبان و نیروهایی مثل جریاناتی مثل مجاهدین و غیره رو، نیروهای دست راستی که بالاخره قبله و بارگاهشون اسرائیل و آمریکاست، اگه اینا رو برداری، نه مردم ایران نه اپوزیسیون ایران نه دوست دارن کشتن بچه‌ها رو ببینن، نه قتل عام مردم رو ببینن، نه در فلسطین نه در هیچ جای دنیا، چون خودشون دارن قربانی یک بخش دیگه از اون هستن. وقتی میبینن به اصطلاح همون جنایتکاران میان توی ایران و در بهترین مهمانسراها و غیره جمهوری اسلامی تر و خشکشون میکنه، از حزب الله لبنان، حماس، حوثی ها، هشت شعبی، کتایب حزب الله، نیروهای جهادی در عراق، نمیدونم حتی تفکر فامیلای بن لادن و نمیدونم البغدادی و غیره در تهران به اصطلاح بیتوته میکنن. مردم اینا رو میبینن، فقر و فلاکت خودشون رو میبینن، تنفروشی بچه‌هاشون رو میبینن. خب بعدشون میاد از این، هم از اسلام سیاسی به شمول جمهوری اسلامی تا بقیه بعدشون میاد و هم به اصطلاح از این وضعیت. من فکر میکنم یک موضع آزادی خانه نتانیاهو خامنه‌ای رو در یک جا قرار میده. اینا یکی هم. اینا یک پدیده در قبال مردم فلسطین و در قبال مردم ایران و مردم زحمتکش عراق و منطقه، اینا از یک موضع اجتماعی و طبقاتی دارن کار میکنن. ما تلاشمون به سهم خودمون این بوده که مردم بشریت آزادیخواه تو جهان به اصطلاح باید تلاش کنه به این جواب بده، اما پشت یکی از این نیروهای ارتجاعی نره. متاسفانه ناسیونالیسم ضد امپریالیستی در این جنبش‌ها قویه و این ناسیونالیسم ضد امپریالیستی از آدمایی که مثل خانم جودیت باتلر بگیر تا مابقی از آمریکا تا غیره، به عنوان مثال از حماس و حزب الله رو تمجید میکنن به عنوان جنبش مقاومت، به عنوان نیروی مقاومت، به عنوان آنتی صهیونیسم.
ازشون دفاع میکنن و مردم فلسطین هم چکی ضمیمه اینا میکنن. شما میدونین در عراق هم این جنبش ها وجود داشته، حرکتایی بوده که سعی کردن مثلا مردم رو بکنن ضمیمه مقتدا صدر و امثال جهادی ها و غیره، در صورت این جوامع طبقاتی، این جوامع هم افقای اجتماعی مختلفی توشه، آدمای کمونیست و فعالین شورایی مثل شما و نمیدونم خیلی های دیگه توش بوده. نمیشه چکی یه مردمی رو زیر بغل اسلامی ها یا زیر بغل حکومت برد. میخوام بگم پیچیدگی‌هایی در این قضیه وجود داشته، اما موضوع عمومی‌تر من چپ ایران رو که نگاه میکنم مجموعاً، حالا اگه استثنایی رو برداریم جدا از اختلافات و شیدای نظری، همه به اصطلاح مخلصانه دفاع کردن از حق به اصطلاح مستقل شدن و دولت مردم فلسطین، توقف نسل کشی، اعتراض علیه جنایت، خواهان محاکمه نتانیاهو نمیدونم جنایتکارا شدن، نه اونجا تو هر جای دیگه. اما خب همونقدر زورشون رسیده در سطح بین‌المللی انجام بدن که زورشون رسیده. گفتم در ایران یه درجه متفاوته و اقدام به اصطلاح چشمگیری نشده مستقلاً به نام فلسطین. فکر میکنم دلایلش هم نه از بی تفاوتی مردم ایران، بلکه از پیچیدگی اوضاع و اینکه تفکیک نکردن خودشون از جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و حماس و حزب الله بالاخره موضوعیه دیگه. اینو نمیشه به اصطلاح اون پیچیدگی مفهومه. منم فکر میکنم بهترین خدمتی که ایران به اسرائیل کرده اینه که از جنبش فلسطین یا از مردم فلسطین به اصطلاح که اصلا درست نیست از اسلامی ها دفاع میکنه، ولی اینه که خودشو اینجوری تداعی میکنه که یکی از اون نیروهاست که پشت فلسطینی ها ایستاده و ازشون حمایت میکنه. این یک خوشخدمتی خیلی بزرگیه به اسرائیل و اصلا دست ایران و اسرائیل رو باز کرد برای این جنایت هولناکی که انجام میده. این شکی در این نیست و نه فقط در ایران، حتی در عراق. شما نمیدونید، حالا من وضعیت عراق رو میبینم و بحث‌های مردم رو هم دنبال میکنم. در سطح عمومی اینجوری اون پشتیبانی کشورهای دیگر عربی زبان از مردم فلسطین میکنن، تو ایران تو عراق اون باستا رو نمیبینی، اون حمایت رو نمیبینی مثل قبل. اینجا اینجوری هم شده که حمایت از فلسطینی ها و از اسلامی های فلسطین فرقی نداره با به حمایت از نیروهای میلیشیایی ضد مردمی که مردم مثلا 1800 نفر رو در تظاهرات تشرین چند سال قبل کشتن، یعنی تظاهرات اکتبر چند سال قبل. اینو تو عراق هم میبینیم. منتها مسئله اینه که آیا شما مثل کمونیست ایرانی از کار کمونیستای ایران، از شرکت کمونیستای ایران در جنبش جهانی بر علیه اسرائیل و بر علیه نسل کشی فلسطینی ها و از مبارزه کردن با اون پیچیدگی‌هایی که شما گفتی و توضیح دادن موضوع، اینی که اسرائیل داره انجام میده یه صحنه هست از خود نشون دادن و یا ابراز وجود فاشیسم جهانی. اینی که ما تو اسرائیل میبینیم نمیتونیم با بروز فاشیسم در جهان مجزا ببینیم. این یه جزوی از اون حمله است بر علیه بشریت. اینایی که نسل کشی اسرائیل رو توجیه میکنن همونها هستن که تو کشورهای اروپایی به مردم خارجی میگن که مثلا دشمنان کشور بایستی از کشور بیرن بیرون و اون حملات راسیستی که انجام میدن. این یه جزء از اون مسئله. آیا شما از کار کمونیستای ایران راجع به مسئله فلسطین راضی هستی؟ به نظر من کاری که باید انجام بشه و مؤثر باشه، لااقل در سطح منطقه، حالا جهانش ما میذارم کنار، در سطح منطقه‌ای که ما هستیم و کشورهایی هست دوره سکولارا سوسیالیستا دست بالا رو داشتن الان ندارن، به این دلایل کار لازم و پایه‌ای که مؤثر باشه انجام نشده و این کار داره. و البته فقط اینم نیست، در ایران ما با مشکلات مشابه مواجه هستیم. به عنوان مثال تعرض فاشیستی به افغانستانی ها و مهاجرین غیر متولد ایران خیلی خیلی کثیف و به همون اندازه شنیعه که به حساب مردم فلسطین و غزه به طرق مختلف در اردوگاه ها و جاهای مختلف دارن حمله میکنن. جامعه کلا جمهوری اسلامی و نیروهای دست راستی شرایطی رو ایجاد کردن که
مردم روزمره برای نفس بقاشون، برای نون در آوردن از سطل آشغال از یه جایی نمیدونم اینا در آنچنان فشاری هستن که امروز و فرداشون نامعلومه. ما با یه شرایطی مواجه نیستیم که آدما بالاخره یه زندگی دارن کار و زندگیشون رو میکنن و اون حس انسانیشون به اصطلاح عطف توجهشون میده مثلا به اتفاقاتی که در آفریقا میفته، در عراق میفته، در سومالی میفته، در فلسطین میفته و بتونن کاری انجام بدن. وضعیت بسیار بسیار بدتر از همه جاست و درست میگی. بله در همین شرایط جمهوری اسلامی اینجوری تعرض میکنه، نتانیاهو تعرض میکنه، در سوریه این کارو میکنن، در لیبی به همین ترتیب. مجموعه به اصطلاح این راستگرایی جهانی یک مجموعه نیروهای دست راستی آدمکش، فاشیست، حالا از اسلامی تا مسیحی تا یهودی تا همه نوع تا سکولارش رو جلو انداخته و اینو شدن واقعا آواری روی سر بشریت. ما در ایران همیشه فکر کردیم که بحثمون در مورد منطقه این بوده سرنگونی جمهوری اسلامی بهترین خدمت به مردم فلسطینه. سرنگونی جمهوری اسلامی اسلام سیاسی رو توی منطقه کلاً به اصطلاح ایزوله میکنه. ایزوله شدن اسلام سیاسی پلتفرم نیروهای فاشیست و دست راستی رو در اسرائیل به قول معروف از دستشون میگیره، چون اینا در دست همونطور که شما به درست اشاره کردین در دست هم بازی میکنن. هر وقتی یک افق کوچیکی برای صلح در فلسطین ایجاد شد و حتی دولت اسرائیل تسلیم شد، اسلامی‌ها از این ور به همش زدن. هر وقت که اسلامی‌ها تسلیم شدن دولت اسرائیل اومد زد به همش زد. جنگ این دوتا هر کار اینا به اصطلاح کمک میکنه به پلتفرم میده دست اون یکی دیگه و همین اینا آوارش سر مردم فلسطین و گرسنه ریخته که توی اردوگاه‌ها به مثابه اسیر به اصطلاح زندانی هستند. در نتیجه حرف ما اینه که سرنگونی جمهوری اسلامی، عقب روندن اسلام سیاسی توی منطقه و در این مقیاس بزرگتر سرنگونی دولت‌های اسلامی و مذهبی و استبدادی در منطقه امکانی میده که یه بار دیگه نیروهای سکولار سوسیالیست توی منطقه دست بالا رو پیدا بکنن و سرنوشت خاورمیانه یه چیز دیگه بشه. قضیه کشوری نیست. مسئله فلسطین تک و تنها حل نخواهد شد. پیوند عمیقی داره به مسائل گرهی در خاورمیانه و مسائل خاورمیانه در متن این رقابت و دعواهای جهانی داره حل میشه. یک مجموعه است با هم دیگه. اما منظورم این نیست که حل هر چیزی رو باید به حل مسائل جهان موکول کرد یا به حل مسائل. من رابطه‌شون رو عرض میکنم، ولی برای تبیین یه تاکتیک درست سوسیالیستی من فکر میکنم تقویت نیروهای سکولار در منطقه، عقب روندن اسلام سیاسی، اینا کمک میکنه که هم در فلسطین موضوع حل بشه، مسائلی از این قبیل، و هم در این حال فضا رو بده به نیروهای رادیکالتر، سکولارتر، سوسیالیست‌تر، چپ به اصطلاح بتونن در منطقه دوباره دست بالا رو پیدا بکنن و کاری رو انجام بدن که باید انجام بدن. دست در نکنه. خیلی خوب. من فقط اشاره کردی به مسئله خاورمیانه. من در این مورد خاورمیانه من میبینم که یعنی یه نظری هست میگه که مثلا دنیا حالا تقسیم شده به مناطق مختلف و اون مناطق بعضن که همسرنوشتشون با هم تنیده. مثلا جنوب شرق آسیا مثلا همینجوریه، خاورمیانه اینجوریه، شمال افریقا برای خودش یه جوریه. مثلا این کشورها با هم وضعیتشون تنیده، یعنی چیزی که یه جا پیش بیاد حتما تمام منطقه ازش تأثیر میگیره. ما تو منطقه خاورمیانه یه جوری میبینیم که نیروهای فاشیستی به همدیگه کمک میکنن. اسلام سیاسی اصلا مرزی کشورها براش معنا نداره. اخوانی‌ها خیلی وقتی اینجوری هستن. مثلا داعش که درست شد اصلا گفت که من دولت عراق و شام هستم. هر دوتا رو با هم جفتشون رو مثلا مثل دولت میبینی. اصلا بحث این که سایکس بیکون منطقه رو تقسیم کرده داره بهش حمله میشه، بهش یه چیزی میگن که این نبایستی اینجوری باشه. یعنی همون اون نیروهای فاشیست. به نظر شما کمونیست‌های خاورمیانه احتیاج به این ندارن که یه جور جبهه، یه جور یک قطبی در این منطقه تشکیل بدن؟ و اگر نظرت مثبته و کمونیست‌ها میخوان و بایستی اینو انجام بدن، آیا حزب حکمتی برای این سیاست داره؟ نقشه داره؟
به طور قطع این لازمه، نه فقط در منطقه خاورمیانه، در بعد جهانی و در ایجاد انترناسیونال کمونیستی و اینا لازمه. و شما در جریان هستین یک وجه پلتفرم کمونیسم کارگری بالاخره کمک به نیروهای رادیکال و پیشرو منطقه و همکاری با جنبش کارگری در کشورهای منطقه، با نیروهای پیشرو مثل جنبش آزادی زن و حتی با سکولارها که ضرورتا سوسیالیست نیستن، برای برگرداندن اوضاع به ویژه علیه اسلام سیاسی و غیره بوده. در این زمینه باید کار بشه. به نظر من باید اقدامات کنکریتی در دستور قرار بگیره، پروژه هایی باشه. اما متاسفانه اونطوری که آدم نگاه میکنه نیروهای معینی در این کشور و اون کشور دیده نمیشه که روی این خط به اصطلاح حتی به درجاتی حرکت بکنه. حرکت‌های مستقل کارگری، اعتصابات کارگری، اعتراضات کارگری علیه دولت‌ها، علیه سرمایه‌داران دیده میشه. اما به مثابه جریان سیاسی شما به عنوان مثال در عراق، حالا عراق فرق میکنن، بالاخره حزب کمونیست کارگری عراق، حزب کمونیست کارگری کردستان، سوسیالیست‌ها اونجا هستن، در مصر، در جاهای دیگه در این کشورها شما نمیبینین یک حرکت‌های پیشروی علیه حرکت‌های ضد کاپیتالیستی وجود داشته باشه که بشه روی این کار کرد. من فکر میکنم باید حول این مسئله هم کار کرد، به درجه‌ای که ما بتونیم به مسائل منطقه‌ای‌تر، وسیع‌تر، جهانی‌تر و اونطوری که به هر حال هست. در بحث اول عرض کردم دنیا در دستخوش یک نوع بازسازیه. اون چارچوبای قدیمی دیگه تقدسی نداره. اگرم از در ذهنیت کسی تقدس داره دیگه نمونده. این خیلی از کشورها ممکنه چندپاره بشن، ممکنه کشورهای جدیدی شکل بگیرن، ممکنه کشورهای از بین برن و در نتیجه همه چیز در حال تحوله. به نظر من برای استراتژی کمونیستی هم باید از این موضع جهان شمول طبقاتی باید نگاه بکنه، ببینه نیروهاش در هر جایی چیکار میتونن انجام بدن و براش راه حل داشته باشه. ما به عنوان حزب کمونیست کارگری حکمتی بسیار بسیار برامون هم جالبه و هم مشتاقیم که با نیروهای به اصطلاح تو کشورهای منطقه، به ویژه در زمینه پلتفرمایی که در منطقه بیشتر به هم دیگه نزدیک هستیم و داریم حرکت کنیم. حالا اینو از مینیمم بگیریم تا ماکسیمم، تا اینکه بالاخره یه صف سوسیالیستی در منطقه، یه صف سوسیالیستی کارگری در منطقه باشه که یه جوابایی بده. میشه کار کرد حوله، میشه مبانی یک پلتفرم رادیکال کارگری و اجتماعی که پایه اجتماعی داشته باشه و قدرت اجتماعی مابعضا داشته باشه، نه محافل دو سه نفره که فقط مواضعشون رو بیان میکنه. یک نیروی حرکت اجتماعی با قدرت باشه. به طور قطع حتی اگه به درجاتی هم ما با اختلاف نظری و سیاسی داشته باشیم، به نظرم باید استقبال کرد از این قضیه که بتونه به سوالات کلیدی توی منطقه جواب بده، ماحصل این بتونه صف سوسیالیسم و سکولاریسم و کارگری رو در منطقه تقویت بکنه. بله به طور قطع. خیلی خوب، دست در نکنه. برگردیم به ایران. من راجع به جنبش کارگری ایران و اون طرحهایی که کمونیسم کارگری یا به خصوص حزب کمونیست کارگری ایران حکمتی است داره برای سازماندهی طبقه کارگر یا سازماندهی کارگری، سوالی دارم. طرح کمونیسم کارگری برای سازمانیابی طبقه کارگر در ایران قبل از 30 سال 35 سال از طریق به واسطه رفیق منصور حکمت، یعنی تزش رفیق منصور حکمت آورد و گفت که شوراها الترناتیو کمونیستی و انقلابی برای سازمانیابی طبقه کارگر هستند. شکل‌های دیگه رو رد نمی‌کنیم، منتها این شکل سازمانیابی طبقه کارگر. به نظر شما این تونسته در ایران جایی پایی داشته باشه؟ آیا مثلا ما شرکت واحد داریم برای مثال و اونجا اتحادیه شرکت واحد داریم، مثلا اتحادیه کارگری در هفت‌تپه داشتیم فکر کنم، به این معنا که اون شوراها به این معنا به اونجا نرسیدن که یک پیکری باشن، یک چه بگم چارچوبی باشن برای سازمانیابی طبقه کارگر که کنکرت نشون بدیم که این الترناتیو سازمانیابی طبقه کارگر میتونه بهتر از اتحادی ها باشد و بهتر از اتحادی ها بتونه نمایندگی طبقه کارگر رو بکنه. شما نظرتون راجع به این مسئله چیه؟ آیا فعلا یا تا جایی که شما یعنی تعقیب میکنی در ایران، آیا شوراها و
جنبش مجمع عمومی آینده‌ای داره، میتونه در جایی باشه که بتونه الटरनेटिव्ی مطرح کنه برای سازمانیابی طبقه کارگر در وضعیت کنونی مسئول. یکی دو تا ملاحظه در مورد لااقل تدقیق در صحبت اولتون بکنم. ببینید شوراها یک سنت مبارزاتیه و سنتی که بین‌المللیه در درون جنبش طبقه کارگر بوده و قبل از اینکه احزاب کمونیست راجع بهش حرف بزنن این وجود داشته و کاری که رفیق عزیز ما منصور حکمت کرد در ایران اینو فرموله کرد و بالاخره چارچوباش رو به دست داد، سازمانش رو به اصطلاح ارجاع کرد به سنت جاری واقعی در درون طبقه کارگر در مقابل سنت‌های مبارزاتی دیگه و اینو فرموله کرد. ما در مورد سازماندهی کمونیستی، سازماندهی حزبی طبقه کارگر صحبت کردیم و در مورد سازماندهی توده‌ای طبقه کارگر، سازمان‌های توده‌ای طبقه کارگر مثل شورا، سندیکا و غیره و غیره بحث شده. در ایران معتقد بودیم سندیکا نمیگیره به خاطر اینکه سندیکالیسم پای اجتماعی نداره. سندیکا فقط سازمان کارگری نیست، بالاخره باید به یه چارچوبی متکی باشه از نظر اقتصادی و غیره و اداری که سندیکا یه گوشه از اونه. به همین دلیلم سندیکایی که در دوره قدیم شکل گرفته بودن حتی قبل از سرکار اومدن جمهوری اسلامی و در دوره مثلا به فاکتوی به حساب بعد 28 مرداد و سالهای بعد اون در دوره رضاخان و این دو چیزا که همه کنسل شدن و نابود شدن و بعدش هم نبوده، بعدش هم قرار بود در دوره 2 خرداد تعداد خواستن بازگشاییش بکنن که بازگشایی نشد. مورد سندیکای واحد هم یه مدت کوتاه بود، قلقمش کردن نذاشتن باشه. اون چیزی هم که در هفت‌تپه برای مدت کوتاهی وجود داشت عملاً به سنت شورایی کار میکرد، یعنی از حاصلی حرکت‌های اعتصابی بود، از سنت سندیکایی برنخواسته بود و بعدش هم تموم شد دیگه. آنچه که مردم از هفت‌تپه میدونن حرکت شوراییه که بعد با تلاش‌های کسایی مثل آقای اسماعیل بخشی و دوستانش به اصطلاح شروع کردن. ولی نکته‌ای که برای ما مطرح کردیم سوال عملی در مقابل ما وجود داشته. این سوال عملی این بوده که کارگرها که نمیتونن از مبارزه دست بکشن، کارگرها که نمیتونن برای دستمزد نخوان، زندگی بهتر نخوان، حقوق بیشتر نخوان، برای قراردادها مثلا کاری نکنن، برای موضوعات روزمره و یومیه کاری نکنن، در این حال هم تشکل ممنوعه، اعتصاب غیر قانونیه، باید چیکار کرد؟ یعنی بالاخره شما بین همه یا هیچ نمیتونین حرف بزنین یا بین 199 تا عدد و حالت وجود داره. ما بحث مجمع عمومی از اینجا مطرح شد که چی مقدوره، چی ممکنه و اون وقت در سنت شورایی وقتی اینجوریه در این حال هم این نکته بود که یکی که رهبر کارگری که جلو میفته مثلا امضا جمع میکردن، شما رو میفرستادن میگفتن آقای شمال علی نماینده ما هستش، آقای شمال علی یه شکنجهگاه سر در می آورد. بنابراین نیاز به این بود توده کارگران جلو بیان، سرکوب برای جمهوری اسلامی و کارفرمایان ناممکن تر بشه و روشی کار بشه که هم کارگران بتونن مبارزه بکنن و هم از سرکوب و دور بزنن. مجمع عمومی مطرح شد به عنوان سطحی از شوراها و سطحی از سنت مبارزه شورایی و درجه‌ای از به اصطلاح مکانیزم شورا که هم قدرت توده کارگران رو در به اصطلاح چیز میاره جلو، هم پیچیدگی عجیب غریبی نداره، هم رهبر کارگری رو میتونه حفظ بکنه، هم به خلأ ممنوعیت سازمان‌های کارگری میتونه جواب بده، در این حال تناسب قوا رو میتونه عوض کنه، کارگران رو متحد بکنه. در دوره‌های قدیم‌تر این اتفاق افتاد به درجاتی، منتها اون وقت جنبش کارگری ایران زیاد موردی گاه و بیگاه بالاخره دست به اعتراضات و اعتصاباتی میزد، ولی خب همیشه کشمکش ادامه داشت، گاهی تو کارخانجات و مراکز مختلف مجمع عمومی شکل میگرفت و همون دوره بحثاش از تاریخش هست. اما از لااقل قبل از سالهای 96 و لااقل از سالهای 90 به بعد این حرکت دور برداشت. اعتصابات کارگری در ایران گسترش پیدا کرد، اعتراضات کارگری گسترش پیدا کرد، جنبش کارگری تونست بیاد وسط صحنه. یک روندایی از قبل به اصطلاح به بنبست خوردن، مثل تومارنویسی، مثل امضا جمع کردن، مثل تلاش در کریدورهای دولتی، آنچه که بهش میگفتن مطالبه گری، روش‌های قانونی
و بنابراین به موازات این که جریانات اصلاح طلب و قانونگرا و غیره به بنبست رسیدن، ما به ازای اینا هم در جنبش کارگری هم به بنبست رسیدن و کارگران اومدن به اصطلاح روی پای خودشون به عمل مستقیم خودشون دست دادن. اینجا بود که مجمع عمومی به عنوان یک ارگانی که به اصطلاح میتونه جوابگوی این قضیه باشه، منطبق با سیر سیاست ایران، سیر اوضاع، سیر تکامل جنبش کارگری، بیش از پیش مطرح شد و این دیگه راستش فقط تبلیغات حزب ما نبود، تبلیغات کمونیسم کارگری نبود، نیاز واقعی جنبش کارگری بود و اینکه سنت شورایی در ایران ریشه دار بود. سنت شورایی در ایران شما میدونین که در انقلاب 57 آنچه که به اسم انقلاب 57 به اصطلاح چی شد، کارگران نفت بودن که اساساً کارگران نفت، گسترش، چاپخونه ها، بسیاری از رشته‌های کارگری در ایران شورا تشکیل دادن، کلی از این فعالین شوراها رو کشتن، نابودشون کردن و اینا این سنت تو جنبش کارگری حافظش هست. سندیکالیسم در ایران سابقه نداره ولی شورا داره و جنبش شورایی در ایران بالاخره این سنت عمل مستقیم کارگری، دخالت مستقیم توده کارگر رو در سطح مجمع عمومی جلو آورد و ما هم همیشه سعی کردیم اینو پروموت کنیم و فکر می‌کردیم که اگر این جنبش به یک حرکت مجمع عمومی تکی در این شاخه و اون شاخه به یک حرکت منظم تبدیل بشه، به عبارتی از موارد به یک جنبش تبدیل بشه، به داده و خودآگاهی کارگران تبدیل بشه، در یک تناسب قوایی که کارگران میتونن حرف راحت‌تر حرف بزنن، میتونن مجمع عمومیشون رو شورا اعلام بکنن، بشه شورای کارخونه. در اینجا ما با انواع و اقسام شوراهای کارگری موجود هستیم. اون وقتی که سازمان دادن این شوراها در سطح فرافابریک، منطقه‌ای، سراسری، فدراسیونی، کنفدراسیونی کار ساده‌ای خواهد بود و صاحب میشه جنبش کارگری ایران به نیروی عظیم سازمانی. آیا سوال شما اینه آیا پیش رفته یا پیش نرفته؟ من حرفم اینه که جدلای زیادی هم با دوستان عزیز فعال در جنبش کارگری، چه کسایی که خودشون مستقیما درگیرن، چه کسایی که هوادار کارگرها هستن، چپی هستن، ما داشتیم که بر سر شورا سندیکا گفتن این تشکل نیست یا غیره و غیره و آنچه که به طور عملی نشان داده شده و ما سعی کردیم پروموتش کنیم، سعی کردیم توش دخیل باشیم، اینه که مجمع عمومی امروز به داده جنبش کارگری ایران تبدیل شده. در صنایع مهمش از نفت، فولاد، صنایع فلزی، برق، هفت‌تپه، کارخانجات ماشینسازی، قطع سازی ها، معلمان، فرهنگیان، حتی پرستاران و هر جایی که بالاخره دارن اعتراض میکنن به مجمع عمومی متکی میشن. مجمع عمومی این کمک رو میکنه که به جای اینکه بیان نمایندگی کارگری انتخاب کنن، به جای تومار نویسی، به جای اینکه برن، چون راه دیگه‌ای وجود نداره، یا باید برن کانون صنفی تشکیل بدن که در قانون کار پیش بینی شده، یا باید برن توی شورای اسلامی که اونم باید از 7 تا فیلتر اسلامی بگذری، یا اینکه باید تشکل مستقل درست کنی. خب تشکل مستقل هم قبول نمی‌کنن. بنابراین چیزی بین تشکل رسمی و سازمان غیر رسمی باید ایجاد کرد و از اونجا که یک فرض دیگه ما اینه که میان کارگرها در مختلف‌ترین شرایط جامعه یک سطحی از سازمان وجود داره دیگه، جزء سوخت ساز طبقه هستش که بالاخره کارگرها شبکه دارن، رهبر دارن، نمیدونم غیره دارن و اینا با هم دیگه موتیوش به اصطلاح محرک و انگیزه جمع شدن و ایجاد مجمع عمومی رو دارن میدن. و الان این سنت چی شده؟ و در جهت اطلاع شما در یک سری از کارخانجات ایران شورا وجود داره، اما شورا رو اعلام نمیکنن به خاطر اینکه میزننش. و شوراهای مخفی منظورته که مخفی هستن، کسی نمیدونه، داره مبارزه‌شون رو به شکل مجمع عمومی علنی پیش میبرن، اما خودشون به مثابه شورا خودشون رو میدونن ولی نگفتن مثلا شورای کارخانه ایکس، خودشون رو مخفی نکردن ولی به عنوان شورا اعلام نکردن به خاطر اینکه مورد سرکوب قرار نگیرن. وقتی اعتراض دارن میان توی صحن کارخونه جمع میشن و مثل اجتماع عادی کارگرها و مجمع عمومی میگیرن و چند نفر مثل شما به اصطلاح مثل که ما نماینده هستیم، به اصطلاح این کارگرها دارن اینو میگن و هر توافق و مانداتی هم که با اونا بخوان داشته باشن میگن باید بریم اول کارگرها بپرسیم، اگه اونا گفتن اوکی چشم ما کاری نیستیم. یعنی در واقع این هست. مضافه بر این در اتفاقاتی مثل سیل، زلزله که اومد و مسئله کووید در محلات از این سنت استفاده شد
مردم جمع شدن به اصطلاح شوراهای به اصطلاح محلات، سعی کردن خودشون رو سازمان بدن. همون عمل مستقیم توده‌ای، این سنتیه که عمل مستقیم کارگری داریم، عمل مستقیم توده‌ای داریم. این عمل مستقیم داره تسری پیدا میکنه، حتی تو دانشگاه ها هم داره این قضیه به اصطلاح به شکل شورایی سعی میکنن جمع بشن. در اینجا کانسپت شورا، روش از پایین، روش به اصطلاح دخالت مستقیم مردم و مستمرشون، مستقیم و مستمر، این کلیدیه در مقابل بحث دیکتاتوری، در مقابل بحث نمایندگی، در مقابل اینکه کی ما سازمانی داشته باشیم که ایمن باشیم. این در ایران به شدت طرفدار داره و اگر شما نماد خیلی گسترش رو به شکل عیان نمیبینین، فعلا به خاطر اینه که هر تشکلی ممنوعه. شما در ایران امروز میتونی بگی مارکسیستی، میتونی لکچر سوسیالیستی بدی، میتونی بیانیه بنویسی، میتونی هر حرفی بزنی حتی در زندان، ولی به مجرد اینکه میری 3 نفر رو جمع بکنی بگی من تعاونی رو میخوام تشکیل بدم، شب اطلاعات رو سرتون میبره، میریزه و میبرتون زندان و وابسته‌تون میکنه به اسرائیل و آمریکا و این پرونده براتون میسازن. تو این شرایط شما باید ببینید که کارگرا و یک فعال مسئول کارگری یا فعال سوسیالیسم باید چگونه کار کنه. اینجاست که مجمع عمومی امکانی میده کارگر به حرکت‌های توده‌ای که بالاخره هم کارش رو پیش ببره، هم خودش رو در این چارچوب امنیتی سرش رو روی آب نگه داره و نذاره زده بخوره. خب رفیق سیاوش، این مسئله که شما بهش اشاره میکنی که این استبداد این خفقانی که نمیذاره که مردم سرشون رو بلند کنن و از خودشون رو تعریف کنن که چی هستن، مثلا شورا درست کردن علنی کنن، ولی همین حرف میتونن سندیکالیست ها هم بگن. مثلا ما سندیکا میخوایم درست کنیم منتها جمهوری اسلامی نمیذاره، و وقتی که فرصتی شد و مردم تونستن سرشون رو بلند کنن، شاید به جای شوراها سندیکاها رو تشکیل بدن. یعنی این بهانه میتونن بیا، یا این چی بگم، این نظر هم هست که مسئله که شما میگه راجع به شورا، راجع به سندیکا هم درسته. منتها این رفقایی که تصویر سندیکایی دارن برای سازماندهی جنبش کارگری، این حقیقت رو نمیبینن که سندیکاها نه این که تو ایران هنوز درست نشده، چون تو جاهایی که هستن اتحادیه‌های بزرگ کارگری تو اروپا مشکلات فراوانی دارن عضویت رو از دست میدن، هی میاد کوچکتر و کوچکتر میشن، اصلا تأثیرشون رو یعنی تأثیر گذار نیستن مثل قبل، نمیتونن تو مبارزات مثلا طولانی ادامه دار حضور پیدا کنن و به پیروزی برسن. تمام کارهاشون تدافعی هست، دفاع کردن از این چیزی که هست، و باز هم نمیتونن این نقش تدافعی خودشون رو پیش ببرن و این مسائل رو در نظر نمیگیرن رفقایش از سندیکا دفاع میکنن. واقعا سندیکایی که تو اروپا و تو امریکا مشکل داره، چجوری تو میتونه تو ایرانی که حالا سنتش هم قوی نیست بتونه آینده ای داشته باشه؟ به نظرم اون مسائلی که عرض میشه راجع به این مثلا احتیاج به توضیحات بیشتری داره و احتیاج به این داره که ما تو مرحله در دنیا هستیم که اصلا بازار کار یه جوری دیگه، اون سیال بودن نیروی کار، از اونجا به اونجا رفتن، کار مداوم نداشتن، تغییر دادن کارهایی که فصلی هست، کارهایی که نمیدونم به قرارداد گوناگونی مثلا کارگر رو استخدام میکنن، از طریق شرکت های استخدامی کارگر رو میگیرن. تمام این مسائل کاری کرده که اصلا اون سنت سندیکایی قرن 19 و قرن 20 ابتدای قرن 20 دیگه نمیتونه واقعا تداوم پیدا کنه و نمیتونه از بحرانش بیاد بیرون. در مورد نکته اولتون من کاملا موافقم. خب سندیکالیست‌ها میتونن این ادعا رو بکنن و ما ادعا نکردیم فقط شورا و دیگر هیچ. این سندی که ما داریم در این مورد لااقل سیاستمون میگه خود ما مبتکرین میشین در جاهایی که سازمان کارگری سندیکا مناسب ترشه، حالا کارگاه‌های کوچیک یا اونایی که پراکنده هستن توش سندیکا تشکیل بدیم، ما متکیشون کنیم به مجمع عمومی که اون روال به اصطلاح دخالت مستقیم و مستمر کارگر توش برای باشه. در اینجا ما مخالفتی با سندیکا به تشکل مستقل از
دولت و تشکل کارگری اسمش سندیکا باشه نداریم. اما خودمون فعال جنبش شورایی هستیم، از سنت شورایی اومدیم و از اون دفاع میکنیم و اینو مناسبتر میدونیم. و مضاف به نکاتی که شما مطرح کردین، ببینید سندیکالیسم در ایران بالاخره باید پایش یک طبقه، یک لایه‌ای از بورژوازی باشه، باید یک پلتفرمی که جامعه رو اداره بکنه، بالاخره یه سیویل سوسایتی درست بکنه، یک نظام سیاسی اداری داشته باشه که سندیکا هم یه گوشه از اونه که ما در غرب داشتیم. در جامعه سرمایه‌داری مثل ایران اگه قرارش سرمایه‌داری باشه، اینا نیازمند اینن که مبتنیش بکنن به سازماندهی خشن و استثمار نیروی کار ارزان و همین منشأ دیکتاتوریه. بنابراین میان دیکتاتوری رو به تمام جامعه تسری میدن. یه دیکتاتوری روبنای سیاسی باید متکی به دیکتاتوری باشه و این دیکتاتوری نه سازمان حزبی رو قبول میکنه، نه احزاب رو قبول میکنه، نه سازمان کارگری، نه هیچ تشکل دیگر رو قبول میکنه. به این دلیله که 100 سال توی خاورمیانه شما نمیبینین بالاخره به طور ثابت توی این کشورها یا کشورهای مثل ایران، کشورهای تحت سلطه، ما به شکل پایدار لااقل در یه دوره 20 ساله ما ببینیم کارگرها مثلا سندیکا دارن یا یونیون دارن یا سازمانی دارن، میتونن با قرارداد دست جمعی برن مذاکره کنن، اعتصاب کنن و با تحمل دولت مربوطه روبرو بشه. نیست. اگه یه دوره یه ساله 2 سالم بوده، دوره انتقالی بوده، بعد با کودتای نظامی ورچیده شده. بنابراین مجرد نمیشه بحث سندیکا رو آورد وسط، وگرنه حالا تاریخ سندیکا چیه تو قرن 18 19 سالهای دیگه چی بوده، یا امروز وضع یونیونیسم توی اروپا چی، که نکاتی که شما اشاره کردین اینم یه بخشش برمیگرده بحران سوسیال دموکراسی، بی‌افقی سوسیال دموکراسی، عقبگردی که به اونا شده، به قول شما تغییراتی که در سازمان کار ایجاد شده، بحث اقتصاد دیجیتال، گیگ اکونومی، نمیدونم قراردادهای دست جمعی کردن زیر سوال رفتن. تو همین اروپا در فرانسه که وسیع ترین سازمان‌های کارگری وجود داره، کارگر رادیکال دارن به مجمع عمومی متکی میشن. شما در فرانسه بکنید سجده در اعتصابات بکنید، کارگر جمع میشن، مجمع عمومی تصمیم میگیرن، میرن جاده رو میبندن، میرن ریل قطار رو عوض میکنن، فلان. اینا عنوان چیزشون هم سندیکاست، ولی تو عمل انقلابی هم میرن کارخونه رو آکوپایت میکنن، اشغال میکنن، میرن کارفرما رو اسیر میکنن که قرارداد رو امضا بکنه، بعد ولش میکنن، میرن جاده رو میبندن. اینا از سنت اتحادیه‌ای نمیاد، اینا از سنت رادیکال کارگری میاد. یا تو ایتالیا و اسپانیا دست به کنترل کارگری میزنن. بنابراین رادیکالیسم کارگری با خودش سنت‌های خودش رو میدون میاره، عبور میکنه از آن چی که قانونا وجود داره و این دیگه برمیگرده به نیازهای به اصطلاح جنبش کارگری. ولی بله، در قرن 20 لااقل بعد از جنگ دوم جهانی، بعد از بازسازی اروپا و طرح مارشال و برای دوره طولانی که ما با یه ثبات سیاسی روبرو هستیم و سوسیال دموکرات‌ها و دولت‌های ولفر استیت و اقتصاد کینزی توی کشورهای مختلف هست، بله سندیکالیسم رونقی داره و کنار اونم یک مجموعه حقوق فردی و اجتماعی هم هست. امروز که همه اینا کنار رفته، خب شما با بحران یونیونیسم مواجه هستین و نکاتی که به درست اشاره کردین. بحران سیاسی است، حتی ساختاری است. یعنی بحران فقط سیاسی نیست که سوسیال دموکراسی در بحرانش اصلا ساختاری است. اون ساختاری که اتحادیه‌ها داره برای این اقتصادی که ما امروز داریم، برای بازار کاری که داریم، سازمان کاری که داریم، جور در نمیاد. حتی مثلا رادیکال ترین سندیکاها تو سوئد که من با ایشون در تماس هستم، وقتی استراکچرشون رو میبینی، نفری اینجا میشه عضوش از شهری 200 کیلومتری بیرون استکهلم بهش میگم بیا با ما جلسه دارید چون شما عضو ما هستید. چرا؟ چون شرکتت اینجا هست. شرکت استخدامی مرکزش تو 200 کیلومتر دور از استکهلم، اینجا داره کار میکنه، مردم رو به کار میبره. اینجوری این وضعیتی که ما حالا داریم تو بازار کار خیلی فرق داره با سازمان کاری که 100 سال قبل بود. و مثلا به اضافه حرفایی که شما زدی، مثلا در ایتالیا تنها اتحادی که داره رشد میکنه و نیرو میگیره و اصلا نه بحران نداره، داره به پیش میره، این سیکوباسه که مثلا بچه‌های نزدیک از حزب ما هم، مثلا دوستای حزب ما
اونجا دارن اون سازمان رو به پیش میبرن. منظور اینه که تماما درسته و سنت شوراییه که میتونه جواب بده به این مسئله. خیلی ممنون. من نمیدونم بحثای زیادی مونده. بحث جنبش زنان رو تو ایران اصلا نکردیم که به نظرم بحث خیلی مهمیه و بحث ناسیونالیسم و احتمالات سینایی و سیاه و ناسیونالیسم های گوناگون و اون طیفی که از ناسیونالیسم ایرانی که حالا دارن خودشونو اعلام میکنن و دارن راجع به مسائل حرف میزنن. من یه مقالی از شما دیدم که چند صد نفر از اون فرهنگیان اهل فرهنگ و قلم داشتن از مورد ایران زمین صحبت میکردن و دفاع میکردن. این مسائل مونده، منتها وقتمون خیلی دیر شد. حالا 1 ساعت و 35 دقیقه است که با هم صحبت میکنیم، ولی صحبت خیلی خیلی من لذت بردم از این مصاحبه، این خاطری که این جور طولانی شد ولی برای بینندگان دیگه شاید خسته کننده باشه. این بحث رو به برنامه‌های آینده موکول کنیم و اینجا مجبوریم که بحث رو ببندیم. که حرفی داری راجع به اون چیزهایی که گفتیم یا حرف داری راجع یا ملاحظه چیزی داری راجع به اون بحثایی که شد بفرمایید که برنامه ببندیم. رفیق سیاوش. نه خیلی، فقط من میخوام از شما تشکر بکنم و حتما واگذار بکنیم ادامه شو در جلسات دیگه در خدمتتون هستم. خیلی ممنون که وقت گذاشتین و درود میفرستم به بینندگان گرامیتون. خیلی ممنون، سلامت باشید. خب دوستان عزیز، بینندگان گرامی، اینجوری می برنامه رو به انتهای برنامه میرسیم. تا برنامه های دیگه به زبان فارسی تمام شما رو به شادی میسپاریم. شب و روز شما خوش. حاجه هستیم.